این ویدیو رو میگیرم برای اونایی که میگن عراق دشمن ماست و جوانای ما رو کشته و به خاک کشور ما تجاوز کرده، پس کشور بدیه و ما نباید ازش حمایت کنیم و فلان. الان اومدم گلزار شهدا رو بهتون نشون بدم که چند نفر عراقی اون موقعی که از 60 میلیون ایرانی 1 میلیون میرفتن برای ایران ها میجنگیدن، رفتن برای خاک ایران جنگیدن و شهید شدن. نمیدونم باورتون میشه نه، اینا شهیدای عراقی هن که اومدن برای ایران در مقابل خاک کشور خودشون، در مقابل کشور خودشون بجنگن و فقط حرف نزدن. حالا این عکسایی هم که من گرفتم فقط کسایی هم که روشون نوشته مجاهد عراقی، بعضیاشون اسم عراقیه، اصلا مشخص طرف عراقیه، ولی چون مجاهد عراقی ننوشته من عکساشون رو نذاشتم. عجب جای این گلزار شهدا، واقعا تجمع مردان روزگار. آدم غیرتش تقویت میشه وقتی میبینه همچین آدمایی با 15 سال با 18 سال سن طرف از عراق اومده برای خاک ایران جنگیده و شهید شده. واقعا بهم خیلی برخورد. انشالله که راه درستی بریم.